تو اعتراض کنی به این چوب، بگی که چوب دستت نگیر. نه هم چیزی نیست. میگه ما در کودکی به ما مثلا میگه رحم کردن. گوش کن. الو فتح علی، علی فتح علی. اینجا تو گوش کن. مثلا علی فتح علی ما رو جمع میکرد 4 5 تا بچه، میورد مسابقه با ارکون. جیباش هم پر سنگ میکرد. جیباش هم پر با ارکون. روزهای ارکون مسابقه فوتبال. میورد اونجا مسابقه ارکون بده. میگه به ما رحم میکرد. جیبای شلوار کردیش تا اینجا پر سنگ میکرد. هر کدوم اشتباه میکردیم یه دونه سنگ برمی‌داشت تق میکنید تو سر ما. حالا شما میگین چرا من چوب گرفتم دستم؟ پس من اون موقع بعد میگفتم علی فتح علی تو نباید مثلا سنگ بزنی تو سر ما. نه میزد، اتفاقا میزد. تمام سنگایی هم که میزد میخورد تو سر من و مصطفی و آقا احمد. ولی مثلا می‌خواست بزنه تو سر قاسم نمیزد، تو سر یاسر نمیزد، میزد پرتش رو طرف. بفهمید اینا این چوب اجازه بده من برات توضیح بدم. این چوب اینجوریه که شما متوجه میشین که باید بخندین. من دیگه نمیگم تکراریه، چیز خوبی نیست. من نگم با این چوب یه دونه میزنم شما میخندین. 2 تا زدم بیشتر بخندین. 3 تا زدم سعی کنین رو دوبار بشین چون بفهمید مطلب خیلی خنده‌دار بوده و شما متوجه میشین. 4 تا زدم فقط سعی کنین که شلوارتون جر نخوره. از شدت خنده. 5 تا که دیگه میرین به حالت از حال میرین و 6 تا میرین تو احتضار. آره اجازه میدین مسیا بگم؟ اجازه میدی بگم چوبو بگم؟ حالا بذار من قطعش کنم که بعدا تو از تو اینا کلیپ در میاری صدر. چرا؟ متوجه میشین موقع اون فهم میشین. حالا بریم سر اصل مطلب. خب حالا ما چی این چوب رو گفتیم که این چوب اصلا چی هست و به چه کار میاد. یعنی اینکه یه چیزی از دوران کودکی همراهتون باشه ولی اون چیزی که از دوران کودکی هست مثلا پیپی پر از انت نباشه، اون بوهش خفه میکنه تو رو. یه چیز دیگه مثلا این چوب یادگار دوران کودکی منو بهشم افتخار میکنم. منو یاسر اصلا منو یاسر به این چوب افتخار میکنیم. حتی به اون پیپی حیوانات میکشیم بالا و کل این سینوزیت های ما باز میشه. لذت میبریم از این قضیه. و اما این چوب اگه شما متوجه شدین بخندین که میخندین مثل آدم. اگه متوجه نشدین این چوب بسیار این چوب تو رو میخندونه. پس حواس خوب درود دوستان. خیلی طول کشید تا من بفهمم که دوستم محسن داره چی میگه. استنداپ اجرا کن. ما اومدیم که امروز استنداپ اون اجرا بکنیم و شاید براتون جالب باشه که این چوب چیه. این چوبم اتفاقی به دست من افتاد. من متوجه شدم که متوجه شدم موقعی که این چوب دستم میفته خیلی اعتماد به نفس بهتری دارم، خیلی راحت‌تر میتونم کار کنم. فکر نمی‌کنی این چوب از کجا اومده که باعث شادی و شعف من میشه؟ آره فکر نمی‌کنی از کجا اومده؟ از دوران کودکی و نوجوانی. ما دنبال گوسفند که میرفتیم این چوب چی بسیار همراهمون بود. یعنی شما یه چیزی از دوران کودکیتون همراهتون باشه که چی؟ که باعث شادی و شعف و شور و نشاطتون بشه. ولی اون چیزی که همراهتون هست یه پوشه که پر از پیپی چی؟ نباشه که بوی گند خفتون